است دین مصطفی دینی حیات، شرع او تفسیر آیین حیات. تاریخ وسیع بشریت نفری را نمی داند که همچون او محبوب دلها باشد، همچون او احترام دیده باشد و همچون او نامش جاودان مانده باشد. در این مورد او یگانه است. چگونه چنین نباشد که خداوند نامش را در پهلوی نام خود گذاشته است؟ دوستداری اش را شرط ایمان قرار داده، پیروی اش را شرط رسیدن به سعادتمندی گفته است. رحمت عالمیان، روشنگر دور الزمان، فخر موجودات و بیانگر راه نجات. او را یارانش چنان دوست داشتند که بیشتر از دوستداری فرزندان پدران را یا والدین فرزندان خیش را. آن محبت بی‌نظیر را ابو سفیان قبل از اسلام آوردنش در یاران جناب دیده در حیرت شده گفته بود: من در طول عمرم بسا سفرها کردم، با شاهان و پیشوایان زیاد ملاقات نمودم، ولی هیچ نفری را ندیدم که یارانش آنگونه که یاران محمد صلی الله علیه و سلم او را دوست می‌دارند دوست دارند. دوستی آنها بی‌نظیر و بی‌همتا بود. محبت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت ایشان تا آنجا رسیده بود که اگر روز ایشان را نمی‌دیدند پزمان می‌شدند و تا آمده چشم و قلب مشتاق خیش را از دیدار مبارک سیر نمی‌نمودند آرام نمی‌گرفتند. به هیچ وجه تحملی از او دوری را نداشتند. در قصه زیرین بنگریم و ببینیم که محبت تا کجا در قلب و وجود ایشان جای گرفته بود، تا کجا از فراق او در نگرانی بودند. از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت است که روزی یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد ایشان آمده گفت: ای فرستاده خدا، به حقیقت که شما برایم از خودم و از فرزندانم دیده محبوب ترید. من هرگاه در خانه باشم و شما به یادم بیایید، از پزمانی دیگر طاقت نشستن نمی کنم. آمده شما را می بینم، اما امروز مرگ به یادم آمد و اندوهگین شدم. به خود گفتم اگر روز اجل سراغ من آید و فوت کنم و شما هم روز درگذرید، یقیناً که به بهشت می روید و همراه با پیامبران در مقامهای بلند بهشت خواهد بود. من باشم حتی اگر خدا لطف کند و جنت هم روم، از این خواطرم که مقام من نه آنجاست که شما آنجا هستید و از این سبب من شما را دیده نمی توانم. مرد این گله خیش بگفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان جواب نگفته بودند که جبرائیل علیه السلام با پیام از خداوند آمده این آیه را به ایشان رسانیدند: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. و کسانی که خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطاعت کنند با کسانی خواهند بود که خدا بر آنها لطف و انعام نموده است که آنان پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحانند و آنها چه نیکو رفیقانی هستند. خدایا ما را از جمله پیروان حبیبت قرار ده و همراه ایشان حشر بکن.